شنوبین سلام علیکم دوستان عزیز، شما برنامه فرهنگی و فراغتی شنوبین رو از یوتیوب کانال شنوبین تماشا دارید. این لحظه با شما هستیم امید جان سلطانزاد، نصرالدین اسداللهیف، سنما اقنظرова، پروانه گلی گندم. گلی گندم ای خدا دختری مردم، گلی گندم ای خدا دختری مردم. خب دوستان عزیز، با همین طبع خوش، با همین خنده های زیبا از چی آغاز کنیم؟ ما مهمون داریم. یکی از پیرون خیرات اوه از کودکیشون با ریش تولد شده، بابای مرگان. السلام علیکم بابا جان. السلام علیکم. شنو بازم سولاد ماه نیست. هستم. این پروانه. بابای مرگان. ولی اگه موسیقی دیدین هر چیش گفته سین روزش میشه که یان کامپیر میشه. گل با پیران خوش است. لبه بارو دیگه بگو. گل با پیران خوش است یا شکن جازد فقط. دیدید در یگان برنامه یگان برام خیلی آغازی برنامه هم خیلی نسلینتون رو زور کرده بودن. انا دیدیم خیلی فقط شنوبین این کار میشه. اول بشینیم بعد ببینیم. الکو میبینیم. خیلی انتظار شدیم بچه. خیلی در کجا انتظار شدیم؟ در پشتی در. هیچ کنکشو داره؟ نه آخه اگه من نمیدانستم که این برنامه شینو بینه. من همین یادم دیدم این پروانه کتی این دوگانه شردک شو کتی نمی سالت ما کتی یک کامپیری سرسفید دیگه هم بودم اونجا. قدید کی بود؟ نه من برای بین اقفای شما همینجا در آمده آمده که برنامه شینو بینه ولی ما را دیده نسلینتون پریدن. هر دی برد من نگفته شد. بابای مرگان ما میتونیم بریم شما برنامه بعد از سر کنین. خیلی اگر رفتنی هم باشین 3 کاستم بری بسن. شما پرینه ما سالانو میریم اکه امید کدی بشین شما. شما دی بابای جون. شما دی گریشا جون بابا جون. اینی خیلی میگم با دلت به امید میشه. برای که دبرتون امید شده رحمت نمیراتی باباش بله اصلا کوی باباش حمدالله کوی باباش همین بابی تونکو دایم در آرزوی دیدار شما. لیکن نمیدونم شما در آرزوی دیدار بابیتون هستی یا نه. خیلی میبینیم. بابای مرگان امروز مهمان برنامه شنوبین است. ما خرسندیم. امید جان نگاه کلیده خیلی بسیاریه نه. ششتیان انوجد ششتیان انوجد بسیار ششتیان. سلام علیکم. السلام علیکم. پریویت. بابا یک سوال. برای چی شما را بابای مرگان میگویند؟ برای خوشویت رو شده. مرگان یکمش کی برای چی بابا میگن؟ برای که موسیقیت شیدم. انا برای چی مرگان میگن؟ بابی مرگان تون صاحب اسنایپرای. بابای مرگان در این صحبت‌های گرم و شیرین شما ما عذر میخوایم که به شما چای کبود نریختیم. عذر بچم هستی همین چای خونی خموندم هست. قهوه میخوایی؟ قهوه آفرین. بابای مرگان در یک همین قهوه بریز. این قهوه این چای کبود. چای کبوته.
شما اگه قهوه باید می‌خورید. چرا کبوت قهوه میگه اوخه چشمه روشن نداره همین برز قهوه بگو ما بغوار میکنم این قهوه بابای مرگان بغوار میکنم سه به یک انا رحمت اساس که صحبت ویران نکنی و همین دوره رو ترک نکنی بچه بابای مرگان لبای جانی بگو کم کم سرود هم میخونه نه در گوش منم خیرسی کدام میگو که بابای مرگان رپ میخونه نه گوشتم همه خیلی گو در گوش شما من نمیدونم یعنی بابا یو بازگویم سخن طرف حدیثی که یک صرف قده بازگویم سخن طرف حدیثی که یک صرف قده ایشوگر تازه بهار زی چمن خوبی و آراسته پیراسته با حسن دیلارای رنای زیبای خون کرده بس دل شدگان را گو آفرین انا که همون سرودی که هر دوتون باید بخونین کنی بسیار طلبگارایده تماشابینان شما رو منتظرن اینا دوئتی بابای مرگان با پروانه مصفدی اصر 21 کنی موسفیدی اصر 21 ای اصر 18 موندگی دلدار به من گفت که چرا غمگینی جان در بندی کدام دل برکشی جان برگشتم و آینه به دستش دادم برگشتم و آینه به دستش دادم گفتم که در آینه کی را میبینی جان گفتم که در آینه کی را میبینی جان جان لای 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 دلم کبابای جان لای 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 دلم کبابای دو چشم دل برم مستی شرابای ای کباب است دل نواز ای رباب است شراب ای رباب است شراب ای رباب است شراب احوال موسفید خراب است مست خراب است آفرین برگدن سبخش کرده بتونه اکو ای درکاش بولو استول در رقص میکنه بوله تنگه ده. بوله تنگه ده همه بردار نکو که موقع شوخی بردار نیست میکنم بابای مرگان جانی بابا همی مو شما را در صحنه ها زیاد میبینیم اینقدر حاضر جواب بلندتر گزن اینقدر حاضر جواب میگم انا فهمیدم گپا در تست جواب میتین یعنی که خاطراتون خوبه همه چی هم میدونین یک چند سوال دارم مایلش بچم میگم که همون سوالای من یکون تاشا میدونین اخی کدام حیوان رنگی پوستی خود را عوض میکند بوقلمون ب سگ خیال کرده که من نمیدونم خر بوقلمون ب سگ خر مایلش بقلمون آفرین یافتم یک قرصک سه کنجه یکی دو طرفش برابر است چی مینامند برابر طرف دو گوناگون طرف راست کنجا سه کنجه یکی دو طرفش برابر است چی مینامند یک برابر طرف دو گوناگون طرف برابر طرف آفرین کوهی کلیمانجارو در یونان جایگیر است یا در افریقا در یوم شاید اینجا خطاش در یونان افریقا باشه مایلش ایش بچم کلیمانجارو هواش فقط عبد همیشه هم افریقا آفرین من میگم بابای مرگان همه چی رو میدونم در کدام شهر کتابخانه کلانترین در زمان قدیم موجود بود یک اسکندریه دو مارافون
تو بکردم البته اسکندریه. آفرین متل پهن شده ترین زمین کدام است؟ یک ا تیلو، ب آلومینی. البته تیلا. نیافتین چون متل پهن شده ترین در من نوشته شده است آلومینی. یک خطا نوشتی بچم. در دسته والیبال چند بازیگر است؟ ا 25 بازیگر، ب 6 بازیگر. یک طرف 6 بازیگر. آفرین بابای مرگان بالا. ما والیبال نکردیم بچم. در دوره های جنگ بزرگی وطنی بچم اگرچه همون قدر شرایطی خوشروام نبود بچم نکه واینا عبد میگفتیم. واینا و والیبال. بله. توپ داشته نه؟ توپ ای کجا توپ؟ به توپ والیبال بازی میکردیم. تیر توپ میگم. ما توپای آهنی داشتیم. تیرای توپ قدی بازی میکردیم ما. اوز فشیستا ایس ما. بچم بوده که توشید میگرفتم کو. یک روز من در والیبال اون طرفی مقابل فشیستا پاوراشون دختران گفته همه رو آوردیم موندیم. یه بچم نو همین توپ بگیرم میگم که حسن جمالی فشیست دختر پیش نظر میایه توپ ایادو میروی گل میشه بود. وقتی همین توپ در هوا میپرده همین بزنم میگم آسیت دختره که یه چشمک میزنه به جای توپ بزنم دستم هوایی میروم. گفتم تو نمیشه این فشیستا ما رو فریب کرد آسیان. بده که همین دفعه نوبتی توشید زنیشید که بچم چشمم با قاق پوشیدم دیگه در پیش نظرم یگون نمودی فشیست دختر نیایه گفتم بچم همین توپ در هوا فریدم که همین که زدم همین توپ پوشم درید رفت. بازی من شده. شترها در پشتشون چی رو نگاه میدارن؟ ا شیر، دو ب روغن. احمد جان اگه بابیتون همین تو به سواده که نمیدونه که سینوی شتر در کشه. ای ویا روغن. آفرین خب سلام ما میخوایم قد شما یک صحنه بازی کنیم. شما در همین سین و سال همه دیدن. ما میخوایم بابای مرگان با همین ریش و فش در دوران کودکیشون بینیم. یه همه خیلی تولد چی دیگه؟ راست میگه احمد جان ختیم بود داریم. خب کودکی مرگان یا شما میخوازین بازی میکنین؟ من هر چیزی که گفتم هوا گوش کرده شما اجرا کردن نگید. میتونیست باشم. میتونه. مایلش بیو. یا میسنجیم بچم اگر قوتم رسید. کودک گرسنه با کوخنی آشخانه با لحن کودکی سرودخوانان میدراید. آفتاب ماما میخولم ماما. در برنده شکاف یک بنکه مربا رو میبیند. اکنون میخواهد مربای بنکه را گرفته خورد اما قدش نمیرسد. باز کوشش گرفتن میکند اما نمیتواند. این سیف نیست که آدم بخیریشه. کورسه رو در تگی پایش میمونن با بالایش میبراین. بانکه را سوی خودش میکشد. هنگام برداشتن بانکه از دستش میافتد و میشکند. از ترسی آچش ایسو مینگرد
شیشه و بعد میخورم برآمدن به خوردن مربا شروع میکنم. انا بانکا در اینجا غلطی غلطی. غلطی آها شروع میکنه شروع میکنم خیلی میخورم. چی شد یک دون رو میبینم ناگاه یک دون رو دید کنی یک دون نه یک دون او رفته در یک دون رو میکشاید یخدانی خیلی شده میکنه یخدانی یوی خیلی شده شما صندوق حق شده خوادیل نیک کشا در درونش همه چیز را دیده خرسند میشود. خرسند میشود خرسند میشود ناخواست صدای آتش میبراید. مرگن ها مرگن. مرگن وقت را غنیمت شماریده تیز تیز به خوردن شروع میکند. پمیدار را میخورد اول، سیب را میخورد، چرا فرقی دارد؟ سبزوات را میخورد، زایت بانان را یک تاش را میخورد، یک تای دیگرش را در بغلش بجا میکند. آتش آمده ایستای، آتش آمده ایستای. شیر را میخورد، های بولای بانان یاگورت را میخورد، سر شدیم نه میخورد بابای مرگن میخورد. آتش آمده ایستای. سمیتان را میخورد، لیمون را میخورد، باز میخورد. شکمش در این حال مثل رعد و برق خراس میکند. شکم درد میشود، شکم درد میشود، درد چنان زن میآید. آتش در آمده این حالت رو میبیند. تو در کجا میگردی اینچه را گرفته اینچه تر زده زده از آشخانه میبرارد. و من بفولوم در این سلطان اخورا کن دایی سلطان آفرین 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 آفرین. قامت خمگشته پیران نشانی مرگ نیست. یک کمان 100 تیر را بر خاک یکسان میکند. الان فهمید نوزید شولاد ما بابا نکی آفرین همه چی را میخورده.